سلام. با شروع جنگ اوکراین حکومت آخوندی از همون ابتدا فکر میکرد که از این بحران بین‌المللی یه آبی واسش گرم میشه، چون تا چند هفته پیشش سیاست رسمی نظام که خیلی هم بر طبلش میکوبید به اصطلاح نگاه به شرق بود که در واقع سرپوشی بود بر سیاست خارجی واقعی رژیم که جنگ افروزی و بمب و ایناست. ولی اون زمان برندشون نگاه به شرق بود و بزرگترین آرزوشون سفر به مسکو. سفر رئیس جمهوری کشورمان به روسیه که در کانون توجه گسترده محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان قرار دارد، از زوایای گوناگون حائز اهمیت است. به اعتقاد کارشناسان، گسترش همکاری‌های کشورمان با روسیه در چارچوب سیاست نگاه به شرق دنبال می‌شود که در سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری به عنوان محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین و ابلاغ شده است. پس اون زمان تو مناسبات بین المللی ظاهراً با برگ نگاه به شرق بازی می‌کردند و با اون سفر فضاحتبار و پرسوتی رئیسی به مسکو هم کلی پوز میدادند. اما این چینشی که این دفعه انجام شد، من میخوام به شما بگم این چینش یک چینش تاریخی و بی سابقه هست که دور میز کاری رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین مثل دو کفه ترازو که بالا و پایین نداشته باشه، دو شخصیت سیاسی قرار گرفتن، رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور روسیه. خلاص رئیسی هنوز توی نعشگی سفرش به مسکو بود که جنگ شروع شد. خامنه‌ای هم هول کرد، بهش گفت سریع تماس باهاشون بگیر. اینم با عجله همون روز تلفن رو برداشت. الو؟ آقای رئیسی با بیان اینکه گسترش ناتو به سمت شرق تنش‌زاست تاکید کرد گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که آنچه اتفاق می‌افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود. پرواضحه که تصمیم گیری برای این تماس رو خود رئیسی انجام نداده، چون خودش هم خوب میدونه که اینجا مملکت ولی فقیهه و رئیس جمهور هم که باشی، حتی اگر رئیسی جلاد 67 هم باشی، هیچ غلطی نمیتونی بکنی مگر اینکه قبلش از ولی فقیه مجوز گرفته باشی، چه برسه به یک غلط استراتژیک در این حد. بعد یه جوری میگه آنچه اتفاق میافتد به نفع ملت‌ها تمام شود که انگار دارن اونجا نقل و نبات پخش میکنن. اگر از تیوی ریش کانال رو عوض کنی بری کانالای دیگه، میبینی که آنچه اتفاق میافتد یعنی این. سразу оттуда ушли. Они в нашем Ты такое видишь? البته تو منطقه رئیسی و خامنه‌ای اساساً نفع ملت‌ها یعنی همین صحنه‌ها، چون خودشون جایی که حاکمن دیدیم در راستای نفع ملت‌ها چطور عمل کردند. یه قلم 30,000 رو سربدار کردند، مملکت رو بدتر از هر اشغالگری به روزی انداختن که مردم از سطح زباله غذا جمع می‌کنند. ولی به هر حال ولی فقیه روز اول سوتی داد و توی تلویزیونش تماس نوچه جلادش رو اساسی حلوا کرد. توی انعکاس اخبار جنگ هم با بولد کردن احتمال سقوط کیف قند توی دلش آب میشد. حلقه محاصره کیف پایتخت اوکراین تنگتر و تنگتر داره میشه. همه زیرساخت‌های نظامی در اطراف شهر تحت کنترل نیروهای روسی قرار گرفته. با این حال آمریکایی‌ها از سقوط کیف در روزهای آینده سخن میگویند. اون روزای اول کارشناسای تیوی ریش هم در توجیه این جنگ و مالکشی اون سنگ تمام می‌داشتن. خب همیشه در استراتژی نظامی طرف مغلوب و شکست خورده سعی میکنه لحظات آخر شکست خودش رو از عملیات تبلیغاتی استفاده کنه. ارتش اوکراینی که تقریبا مزمحل شده، بخش عمده‌ای از فرماندهانشون در همین ساعات ابتدای جنگ تسلیم شدن و ارتش روسیه پیوستن، زیرساخت‌های اساسیشو از دست داده. به اعتقاد من روسیه تهاجم نظامی نکرده، به اعتقاد من روسیه تجاوز نظامی نکرده، بلکه روسیه به منظور جلوگیری از یک کودتای امنیتی با محوریت آمریکا در ناتو یک عملیات نظامی پیشدستانه رو علیه ناتو انجام داده. دفاع مشمول در قالب
عملیات نظامی پیشدستانه رو روسیه در دستور کار خودش قرار داده. عملیات نظامی پیشدستانه. اوکی، بگذاریم. برای مالکشی تماس روز اول رئیسی هم یه سری پاسدار رو فرستادن توی میدون، از جمله تئوریسین شکنجه یعنی محمد جواد لاریجانی. من از موضع‌گیری جناب رئیس جمهور و دولت جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار خوشحال هستم. یک موضوع کاملا اصولی بیان شد. حضور ناتو در نزدیکی مرزهای هر کشوری فاجعه بسیار امنیتی بزرگی میتونه به بار بیاره. ما هم باید حساس باشیم راجع به حضور نیروهای ناتو و وابسته به اونها. این حرفایی که این داشت میزد مال روز دوم جنگ بود که ولی فقیه هنوز فکر میکرد همه چی تموم و سوار خر مراد شده و داره پیش میره. اما تحولات روزهای بعد نشون داد که ظاهرا اوضاع اونطور که ولی فقیه آرزو داشت پیش نرفت و در درون حکومت هم با یک چند دستگی در موضع‌گیری نسبت به این واقعه مواجه شدند. به رفتار صدا و سیما توجه کنید. گویا این نیروهای حوثی یا مقاومت هستند که اوکراین را اشغال کردند. از آن بدتر چه کسی با آقای رئیسی گفته با پوتین تماس بگیرد؟ حداقل نمیگفتید امیدوارید این مداخله به نفع ملت‌های منطقه تمام شود. آخر کدام جنگ و تجاوزی به نفع ملت‌ها تمام می‌شود؟ و ما باید حتما هوشیار باشیم، حتما باید در مقابلش برنامه‌ریزی داشته باشیم. اما برنامه‌ریزی این نیستش که بیایم از روسیه در مداخله نظامیش در اوکراین حمایت کنیم. اما اینکه خود روسیه بیاد بدونه که با شورای امنیت سازمان ملل که اونجا حق وتو داره مشورتی بکنه با سازمان ملل، اصلا وارد کاری بشه برای حل این معضل، بیاد اقدام نظامی انجام بده، این اصلا قابل دفاع نیست. برای که توجیه نداره که حمله کردن به یک کشور مستقل. تعجب میکنم میگن که عملیات نظامی انجام نشده، جنگی صورت نگرفته. جنگ چجوری باید صورت بگیره؟ بابا مردم دارن فرار میکنن، مردم که خارکوف داره با آتیش و خون زندگی میکنه. این اگه اسمش جنگی من نمیدونم چیه. موج واکنش‌های منفی علیه تماس رئیسی اونقدر زیاد شد که مجبور شدن قشنگ دند عقب رو جا بزنن، سر و ته کنن تا با هر مهملی این تماس رو توجیه کنن. آقای سخنگو، تماس تلفنی آقای رئیس جمهور با پوتین در روزهای ابتدایی اشغال اوکراین توسط روس‌ها با انتقادات دامنه‌دار مردم و کارشناسان مواجه شد. به گونه ای که برخی اعلام کردند که این حرکت آقای رئیسی تصویر نامطلوبی از ایران در جهان ارائه کرده است. لطفاً بفرمایید دلیل اتخاذ یک چنین اشتباه استراتژیکی چیست؟ خب تماس تلفنی که رؤسای جمهور دو کشور داشتن قبل از شروع جنگ در دستور کار بود و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود. مذاکراتی به صورت تلفنی بنا بود انجام بشود که این همزمان شد با ایام آغاز جنگ. گیریم که تماس رو از قبل برنامه‌ریزی کرده بودید. اگر نمی‌خواستید در جنگ صحبت کنید، خب چرا تماس رو لغو نکردید؟ بعد اگر هم تماس از قبل برنامه‌ریزی شده بود، از قبل که قرار نبود سر جنگ حرف بزنی. کی مجبورت کرده بود که سر جنگ این موضع رو بگیری؟ مگر اینکه هوا برت داشته بود و اشتباه محاسبه داشتی، جرأت داری اینو بالا بیار. در این تماس هم نسبت به آسیب‌های ناشی از جنگ و صدمه‌های مردمی احساس ابراز نگرانی صورت گرفت و تخریب شهرها و آثار مخربی که جنگ برای غیر نظامیان داره ابراز نگرانی صورت گرفت. خب اخباری که در ابتدا منتشر شد به درستی و جامع پوشش نداد. اولا که اخبار این تماس رو از همون روز اول خودت توی سایتتون منتشر کردی. از کی داری شکایت میکنی؟ اینهاش این سایت رسمی رئیسی همون روز 5 اسفند. هیچ خبری هم از ابراز نگرانی توش وجود نداره، بلکه برعکس ابراز امیدواری وجود داره که این اتفاق به نفع ملت‌ها پرانتز باز یعنی رژیم آخوندی پرانتز بسته تموم بشه، که این سخنگو عمدن هیچ اشاره‌ای به این نمیکنه و لایی میکشه. ولی هنوز توی سایتشون هست، برو سرچ کن، هنوز هست. خلاصه این که بعد از این تحولات
اون ماجرای نگاه به شرق که تا همین 2 ماه پیش پرکوب شروع کرده بودن یه مقدار بادش خوابید و تبدیل شد به نگاه هم به شرق هم به غرب. برخی ممکنه که در سخنانشون یا در اظهاراتشون بگن که الان بحث نگاه به غرب شده نگاه به شرق. نه اینطور نیست. ما نگاهمون به همه کشورهای دنیاست. ما با همه کشورهای دنیا در تعامل هستیم. در واقع نوعی توازن رو میخوایم برقرار کنیم در سیاست خارجی. یعنی داره میگه ما گفتیم نگاه به شرق ولی شما هم دیگه اینقدر جدی نگیر. منظورمون یه ذره شرق یه ذره غرب، یه ذره شرق یه ذره غرب. یه خط تبلیغاتی دیگه این نظام در مورد جنگ اوکراین هم این بود که تحت عنوان درس عبرت همه جا از خود ولی فقیه تا رسانه هاشون تکرار میکردن که دیدید این همه ما خرج موشک کردیم به خاطر این بود که مثل اوکراین نشید. امروز این بزرگترین درس برای ما هست که این موشک‌ها هستند که در شرایط بحرانی ما را نجات می‌دهند. این اقدامات میدانی است که در شرایط بحرانی مثل امروز ما را نجات می‌دهند. اگر نباشد موشک‌های 2000 کیلومتری ما، موشک‌های بعد دقیق ما، مطمئناً ما مورد طمع قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، مثل ناتو، مثل انگلیس در آینده قرار خواهیم گرفت. متشکرم آقای کلانتری. قدرت هست برای ما. عین همین حرفا رو سایر مهره‌های ریز و درشت نظام هم گفتند و اندر باب فواید موشک سخن پراکنی کردند. یعنی واقعا ناشیانه است اگر کسی پیشنهاد کنه که ما قدرت دفاعیمون رو کم کنیم که دشمن‌ها رو ما حساس نشن. از این ناشیانه تر و ساده لوحانه تر به نظر من چیزی نیست که آدم یه چنین حرفی بزنه که ما برای اینکه رو ما حساس نشن ما قدرت دفاعی خودمون و توان امنیت خارجی خودمون رو کم کنیم یا کاهش بدیم. حالا که بحث امنیت شد، قبل از اینکه بگیم امنیت پایدار از کجا تامین میشه، اول ببینیم که آیا این موشک‌های شما براتون امنیت تامین کرده؟ قاسم سلیمانی رو خواستن بزنن که زدن. فخری زاده رو خواستن بزنن که زدن. سایت موشکی و هسته‌ای و زاغه مهماتتون رو هم که هر بار میزنن میگی یا رعد و برق بوده یا گاز سرکید یا بلال فروش میاری. سلام. اینجا کجاست؟ اینجا شهریار میدان فرمانداری بلوار کلهر. خب خسته نباشین. سلامت. این 1-2 ساعته صدای انفجار چیزی شنیدین شما؟ والا نه، ما معمولا ساعت 8 شب میایم اینجا بساط می‌کنیم. نه صدای انفجاری. بعد برقی چیزی رفته تو محل؟ نرفته نه؟ متوجه نشدم. یا خیلی عادی بوده مثل روزهای قبل. پس صدای انفجار اینا چیزی نشنید. پس کدوم امنیت رو با این موشکاتون تامین کردی؟ توی مانوراتون هم که دیدیم یا موشک بلند نمیشه فتوشاپش میکنید یا کشتی خودتون رو میزنید. هر بارم که خواستی شلیک کنی یا سوره خالی رو زدی و یا بیابون برهود. کسی اصلا موشک‌های شما رو جدی نمیگیره. فقط پول رو از سفره مردم برداشتی، خرج شهر موشکی رو پهپادی میکنی که حاجی زاده بیاد باش فیلم بگیره و پوز بده. تنها فایدهش فقط همینه، تبل تو خالی. بعد چون برد اینا زیاده اصلا ما محدودیت هدف دیگه نداریم، هر جایی که شما بگید ما میزنیم. اما نکته مهمتر اینه که کسی میتونه صحبت از امنیت مردم بکنه که مردم رو با خودش داشته باشه. همین الان بیشترین چیزی که امنیت مردم رو تهدید میکنه حکومت شما آخونداست. کرونا که میاد واکسن رو ممنوع میکنی. الان قربانیاش 500,000 رو رد کرده. مردم کوچکترین اعتراضی میکنن توی خیابون به رگبار میبندی. 1500 شهید آبان یا به قولی 4500 تا. تازه اگر اون 30,000 و 100,000 دهه 60 رو نخواهیم بگیم. اعدام که رکورد زدی. جاده ها و خودروهات که قتلگاه مردمه. بابا شما هوای آزاد هم برای مردم نذاشتی. اینقدر هوا رو آلوده کردید که سالی 41,000 کشته داریم میدیم به خاطرش. کشته هایی که شما توی این 40 سال از مردم گرفتید از 10 تا جنگ بیشتره. آخه جنگ اصلی توی ایران بین حکومت شما و مردمه. تو یکی حق نداری از امنیت حرف بزنی. امنیت واقعی وقتی به دست میاد که یک حکومت از دل مردم انتخاب شده باشه، نه اینکه یکی به اسم ولی فقیه مادام العمر به جون مردم افتاده باشه. به خاطر همینم هست که چشم دیدن مقاومت مردم اوکراین رو که جهانی رو به تحسین واداشته نداری. عبرت دوم این که مردم مهمترین پشتوانه دولت ها هستند. اگر مردم وارد میدان می شدن در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی شد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن.
چون آرزوهای خودش از جنگ اوکراین دقیقاً به دلیل همین مقاومت مردمی برباد رفته، میخواد با فرو کردن سرش توی برف واقعیتی که حتی توی تلویزیون خودش دارن بهش اذعان میکنن رو نبینه. یه سوال، الان چه اتفاق ویژه‌ای افتاده که جنگ رو به نسبت چیزی که روس‌ها تخمین می‌زدن طولانی کرد؟ رو به هم اشتباه کردن. روس‌ها اینجوری محاسبه کردن. روس‌ها دیدن که آلمانیا شلن نمیان. آمریکا هم که میگه که ما اصلا به ما مربوط نیست که ما ناتویم، ما اوکراین جزء ناتو نیست که. خب پوتین اینا رو رصد کرد. دید که خیلی خوب، پس یه لقمه راحته. اشتباه پوتین اینجا بود که اون روحیه ملی اوکراینیا رو روش حساب نکرد. الان چون یه سری خبره که اومد میدونید که خودشون هم که نصفشون فرار کردن و خیلی مثلا آدم جنگنده‌ای نیستن. ببینید خب اگه همگی اینجوری بودن که الان روس تموم کرده بود اونجا رو دیگه، تمام گرفته بود. پس یه مقاومتی وجود داره. درسته؟ همون که پوتین میگه روی ناسیونالیستی اوکراینیا بسیار بالاست. بسیار بالاست. و رو این روحیه حساب نکرد. پس آقای ولی وقیح، همون چیزی که توی اوکراین یک مقاومت سراسری رو تشکیل داده و دنیایی رو انگشت به دهان کرده، پشتوانه مردمیه که تو نه تنها نداریش، بلکه برای تو مردم به خشم اومده تهدید امنیتی هستند که وقتی هم که به حرکت در بیان هیچ موشک و پهپادی هم بهشون کارگر نیست. وقت بخیر و خدا نگهدار.